سرخط خبرهای مهم: بالاروی نرخ بعضی محصولات خوراکواری در تاجیکستان. رستم امامعلی با پوتین مسئله مهاجران را بررسی کرد. و نظرسنجی: آیا پلیس خوشمعامله است؟ روزتان بخیر باشد بیننده های گرامی. امروز پنجشنبه 29 می. آژانسی آمار تاجیکستان میگوید از آغاز سال جاری در تاجیکستان بیشتر سبزیجات و روغن رستنی قیمت شدند. طبق حسابات 4 ماهه این نهاد، نرخ کرم و سبزی و کارتوشکا و پیاز، روغن رستنی و میوه و گوشت بالا رفته است. در این زمان در این دوره نرخ آرد و گوشت مرغ و برنج و قند نسبتا ارزان شده است. تغییریابی نرخ محصولات اولیه در حالی است که ساکنان پیوسته از معاش کم و نرخ‌های بلند در بازارهای کشور نگرانی می‌کنند. برخی اقتصادشناسان می‌گویند افزایش معاش در تاجیکستان با سبب تورم یا انفلاسیون زیاد احساس نمی‌شود، چون ارزش مال و محصولات و خوراکواری در تاجیکستان پیوسته در حال بالا رفتن میباشد. از جانب دیگر افت با شدت دلار در قیاس با سومانی هم از عامل‌های تاثیرگذار ارزیابی می‌شود. ضمن ملاقات رستم امامعلی رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه، مسائل وابسته به مهاجرت مهنتی نیز بررسی گردیده است. در این باره صحیفه مجلس ملی در فیسبوک خبر داد. این ملاقات شام 28 می در کرمل برگزار شده. روانه ساختن تلاش‌ها برای حل جنبه‌های حل طلب ساحه مهاجرت یکی از موضوع‌های صحبت جانب‌ها بوده است. تفصیلات بیشتر در این رابطه داده نشده است. به اطلاع منبع، رئیس مجلس ملی تاجیکستان و رئیس جمهوری روسیه در مورد وضع افغانستان نیز گفتگو کردند. منبع نوشته است که در این دیدار مجموعه وسیع مسائل همکاری شریکی استراتژیک و همپیمانی تاجیکستان و روسیه بررسی گردید. جانب‌ها از رابطه‌های بین پارلمانی دو کشور اظهار قناعتمندی کرده تمایل مثبت همکاری متقابل در بخش‌های سیاسی، تجارتی و اقتصادی، فرهنگی و گومانیتری و حربی را تاکید نمودند. شاهرخ سعیدزاده سردار ریاست وزارت کار داخلی دوشنبه از ناظران منطقوی طلب کرده است که با مردم خوشمعامله باشند. سعیدزاده ضمن یک جلسه از زیردستانش خواسته است که عهده‌داری‌های خدمتی خود را در سطح بلند انجام داده، زبان خارجی آموزند و دانش کسبی خود را بهتر کنند. این نوبت همکارمان امیر ایسایف از ساکنان در خیابان دوشنبه پرسید که به کار ناظران منطقوی چی بها می‌دهند؟ آیا ناظران منطقوی با مردم معامله خوب دارند؟ پاسخ را با هم می‌بینیم. آیا شما از کار و مناسبت ناظران منطقوی راضی هستید؟ حضور اجدا ما راضی، یگم کمبودی ندیدیم برای همین دیگه چه گفتم میتونم. 100% راضیم. از کار منطقی ما راضیم. نه همه کارمندان ناظران منطقوی، کارمندان مقامات و اداره های دولت و حکومت به طوری باید و شاید با خلق مناسبت نه همه‌شان میکنن. یعنی بسیاری کارمندا از روی منصب، از روی همون گلسترو که گردنشان قبیح نشود حیا نکرده، آدم بودن خودشان حتی فراموش کرده قبیحانه معامله میکنن. خیلی بودم اینجا گفتن نمیشه. спокойный. آرام. خک ندیدم، یکم متقلانه ندیدم. نسبت خونه میناداری هستیم. تقلانشون ندیدم، رفتاری بچه‌ام هم ندیدم، شکایت هم ندارم. به هر حال خوب هستم. میناداریم از آنها، شکر خداوند میکنیم که هوایی هستن که ما آزاد میگردیم داره. نه راضی نیستیم، چون که آنها خودشون رو معرفی نکرده مردم رو مقصد دغلانه با مردم رفتار میکنن. مقصد ما همین با چشم خود مشاهده میکنیم که همین هر بگه در همین نزدیکی بینای همین صدبرگ مقصد همون سوداگرانی که هستند، سوداگران کوچگی در همین صدبرگ سودا میکنن، با هموا مناسبت های بد میکنن. مقصد رفتارهای دغلانه نشون میدهند با آنها، با شته زده پیش میکنن. مقصد اگر امکانیت باشه که همو را برده با یک سخن خوب رفتار کنند. برای ما یگان وقت مشکلی نکردین، سری وقت کار وظیفه‌شون اجرا میکنن. شکر که هستن و ما راحت آرام زندگانی میکنیم. همین یک خیلی جاده میدرام، همین اسکوتر قطعی مرا نمیمونن. ای خیلی جا پیش میکنن. من مثال همین سبد میدرام مرا پیش میکنن. کار دارم مثال پیش اوستا میام و تلفن خرید میبیام. اگه تو ممکن نیست درآمد این خط میگه. من مثال گشت نمیتونم. من چخیل من
آدم باید آدم بودنش فراموش نکنه. معامله داخلانه دارن. چندین مراتبه که با آنها واخورده ایم، مناسبتشان بس دوستانه و مثل گویا که با عائلت صحبت کرده ایستاده، بس مهربانانه صحبت میکنند و حتی آن چیزی که از آنها میپرسید باید در مدت معین، در مدتی که آنها وعده میدهند سری وقت وعده دادهشان را اجرا مینمایند. یعنی که از این برمیاد آنها وعده خلاف نیستند. در حقیقت ما راضی هستیم. یگون بار مراجعت نکرده بخیر. ما یگون کارم غلطیدگی نیست، مراجعت کردگی هم نیستم. دوچار نشدم، مراجعت هم نکردم. باز خوبتر شود، بهتر شود، خوب میشد. راستی به ما یگون وقت مشکلی نشده است. مشکلی جدی نشده است که ما یگون بحث و مناظره کرده باشیم یا که ناراضی باشیم. خیلی مشکلات دوچار نشده است راستی گپ. لیکن به هر حال با بودنشان شکرانه میکنه. معامله خوب دارن، خیلی بدرفتاری نیست. خوب. اگر مشکلی قطعا مراجعت میکنیم، مشکلی نقطع آزاد نگردیم. بیننده های عزیز، نظر شما در این باره چیست؟ می توانید زیر این برنامه به ما نویسید. روسیه از اوکراین دعوت کرده است که روز 2 ایون دوره دوم مذاکرات در استانبول دایر شود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته است جانب روسیه یک یادداشت سازشنامه صلح با اوکراین را تهیه کرده است که آن را یاور رئیس جمهور روسیه ولادیمیر مدینسکی معرفی میکند. اوکراین تا حال اظهارات وزیر کارهای خارجه روسیه را شرح نداده است. هیئت‌های دو کشور در ملاقات قبلی به موافقه رسیده بودند که اسناد را درباره موضع‌گیری هر دو جانب در مورد آتش بس آماده کنند. لاوروف گفت انتظار دارد که همه جانب‌ها از برگزاری دوره نوی مذاکرات مستقیم روسیه و اوکراین در استانبول پشتیبانی خواهند کرد. چند پیش ایالات متحده آمریکا از کیف روی خط شرط‌های خاتمه جنگ را گرفت. رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی روز 28 می گفت وزیر دفاع رستم اومروف با یاور پوتین ولادیمیر مدینسکی تماس گرفته است، اما اوکراین تا حال متن یادداشت وعده شده را نگرفته است. بخش یک روز تاریخ را همراه می‌بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز بخبر نمانیم. 29 می سال 1892 در سن 74 سالگی مؤسس آیین بهایی میرزا حسین علی نوری درگذشت که با تخلص بهاءالله معروف شد. این زاده کشور فارس تعلیمات اصول وحدت و تجدید دینی، پیشرفت اخلاقی و معنوی انسان را چون وسیله رسیدن به جهان بدون جنگ و خشونت تشویق میکرد. امروز هم در دهها کشور جهان بیش از 5 میلیون پیرو دارد و در تاجیکستان اکثر مسلمان نشین شمار پیروانش حدوداً 1000 نفر گفته می شود. 29 می سال 1933 در حدود تاجیکستان ناحیه ونج تأسیس یافت که از سال 1937 رسما به هیئت ولایت مختار کوهستانی بدخشان شامل شد. این ناحیه که در میان قطارگاه‌های درواز و یزگولان واقع است، تاریخی چندین هزار ساله دارد. در قدیم منبع‌های آهکسنگ داشت و ساکنانش با آهنگری معروف بودند. امروز بیش از 34000 اهالی دارد. 29 می سال 1965 کارگردان سینمای تاجیک و یکی از معروفترین فیلمسازان تاجیک سطح بین‌المللی بختیار خدای نظرف تولد شده است. در 49 سال عمرش توانست خود را به عنوان یک کارگردان ملی و زمانوی با دیدی تازه هنری معرفی کند. فیلم‌های او انقلابی کوچکی را در سینمای تاجیک ایجاد کرده است. نمونه‌های برجسته کینوی شاعرانه دانسته می‌شوند. او برای قاش به قاش جایزه دوم جشنواره معتبر ونیزیا و برای پدر مهتاب جایزه عالی فستیوال‌های کیناتور و نیکا را برده است. بانک ملی صبح امروز 1000 روبل روسی را با 125 سومانی، 100 یورو با 1133 سومانی و 100 دلار را 1000 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، شما نوید بامدادی رو تماشا کرده. تا فردا در همین وقت و ساعت خدا نگهدار.